خب نفر با نام خالد ابن ولید سوال کرده است. انشالله این رژیم سرنگون میشد. یک پیشنهاد داشتم اگر قبول باشد که خانه های این حرامخوران را البته از بسیار آشناها به زنهای بیخانه و در داده شود. بسیار عذاب کشیدند مادرانمان. برادر عزیز خالد، چرا فقط از حساب بسیار آشناها؟ چرا ما اون قصر و کشک‌هایی که امام علی رحمان در هر یک ناحیه ساخته است، رزیدنسی پرزیدنت که در بعضی هاش شاید در عمرش یک بار هم نرود، از پول مردم است، از پول بودجه است. خبرهایی که ما داریم این تبدیل شده است به همون عیاشخانه و جای فراغت و خوشگذرانی منصبداران محلی. و دیگر چرا اینها رو در اختیار مادران، در اختیار زنها، در اختیار یتیمان نگذاریم؟ البته از حساب بسیار آشیانه‌ها و از حساب دیگرها درست، ولی این قصر و کشک‌هایی که این منصبداران ساختن اینا مال مردم است، مال ملت است. اما در اینجا باید یک مسئله را با احتیاط رفتار کنیم که نباید به خاطر آن که ما کدام یک به گفت شما حرامخور و پاره‌خور رو جزا دادن، کسانی که واقعا هم با محنت حلال با زحمت خودشون بای شدن، خانه رو در کردن و یک تانه شاید خدا داده باشد 5 تا کرده است، 10 تا کرده است، این معنی ندارد که همه رو یک سان باید رفتار کرد و مالکیت آنها را هم گرفت و مردمی کرد. نه، اینجا باید خیلی دقیق رفتار کرد. کسانی که از حساب بودجه، از حساب پاره، از حساب منصب، حالا یک پروکورور، یک کارمند امنیت، یک وزیر، خب با اون معاش چند صد سامانش، حالا حد اکثرش 1000 سامان که $100 میشه، $200 میشه، چگونه اون که به عبید پولیش نمیرسد صاحب این همه ماشین و قصر و کشک گشته است؟ و اینا دیگه طبیعی است که از حساب دزدی هست و اینا باید در اختیار مردم، در اختیار کمبیزاتان، در اختیار اون مهاجری که از روسیه برمیگردد جای زندگی ندارد، این باید در اختیار آنها گذاشته شود. البته معنی اون ندارد که اون مهاجر یک خودش به تنهایی میاد در یک قصر و در یک کشکی که از یک منصبدار گرفته شده است در روز به تنهایی زندگی میکنند. نه، اون مالکیت دزدیده شده مال مردم در بازار آزاد فروخته می شود، پول آن با بودجه وارد می شود و از اون به مهاجرین، به کمبیزاعت‌ها، به یتیم‌ها، به مادرانی که شما گفتید با آنها خانه ساخته می شود و آنها هم صاحب خانه شوند. و یعنی این یک سیاستی باید بسیار درست سنجیده شده اقتصادی باشد که در آن ظلم و بی‌عدالتی نسبت یگان نفر صادر نشود.